در فرکانس روزانه 4 چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه کارهایی رو نباید انجام بدیم. تو فرکانس روزانه 4 تنبلی ممنوع، روز کار کردن، روز عملگرایی، روزیه که اگر هر کار معوقه تو روزهای گذشته کارهای معوقه داشتی، روزیه که باید انجام بدی، روز ساختاره، روز انجام کاره. چه کاری نباید انجام بدیم؟ تنبلی نباید بکنیم، اهمال کاری نباید بکنیم، کارا رو عقب نندازیم و روزی هست که باید بشینیم برنامه ریزی بکنیم برای کارهای تو طول هفتمون، تو طول ماهمون. برنامه ریزی خیلی خوبه. تو فرکانس روزانه 4 برنامه ریزی کردن، کارهای عقب افتاده رو انجام دادن خیلی خوبه. سطح عواطف آدم چجوریه؟ خیلی پایینه، بیشتر آدم منطق بهش غالب شده. پس کارهایی که احتیاج به منطق داره، میخوای قرارداد مهم بنویسی، روز خیلی خوبیه، چرا که نگاه شما نگاه منطقیه به هر موضوعی. من فرشته ملا باقری هستم. اگر دوست داری خودت رو بشناسی حتما منو فالو کن.